فونیکس FX چابکترین و ایمنترین کراسوور 0 کیلومتر بازار. فونیکس FX که در بازار جهانی با نام‌های مختلفی مثل اومودا 5 شناخته میشه، حدود 1 سال و 2 ساله که وارد بازار جهانی شده و خودروی جدیدی محسوب میشه. فونیکس FX یک کراسوور کامپکته که در کلاس C قرار میگیره و روی پلتفرم تیوانیکس ساخته شده، پلتفرمی که خودروهای دیگه مثل تیگو 7 پرو و تیگو 8 پرو هم روی اون ساخته شدن. پیش از این که حالا به مباحث این خودرو مثل حالا طراحی و بحث فنیش بخوایم بپردازیم، میشه شاکله این ماشین رو بر پایه ایمنی دونست، چرا که اخیراً با شرکت کردن این ماشین در آزمون‌های ایمنی یورو انکپ FX تونسته 5 ستاره ایمنی رو از این مؤسسه دریافت کنه. نکته‌ای که شاید در آینده باعث بشه ما شاهد حضور این ماشین در بازار اروپا باشیم. میرسیم به نمای جلوی فونیکس FX. خب در این قسمت دیلایت ها رو شاهد هستیم که تی شکل هستش، در طرفین سپر چراغ ها قرار گرفتن. مهمترین نکته‌ای که حالا جلب توجه میکنه در نمای جلوی فونیکس FX جلو پنجره عریض و ماتریکسی هستش که در قسمت میانی این جلو پنجره لوگوی فونیکس رو شاهد هستیم قرار گرفته و این قسمت هم دوربین جلو هست. در این قسمت سنسور پارک جلو رو شاهد هستیم و در این قسمت که ورودی هوا هستش، این قطعه قرمز رنگ رو هم شاهد هستیم که کار شده. علاوه بر ورودی هوا روی سپر جلو، جاهای دیگه هم شاهد هستیم که از این رنگ قرمز در نمای بیرونی استفاده شده و باعث میشه که تا حدودی FX اسپورت‌تر جلوه کنه نسبت به رقبا. میرسیم به نمای جانبی فونیکس FX. خب روی گلگیرها این خطوطی که دور چرخ کار شده در کنار این فلاپ ها باعث شده تا گلگیرها حجم جلوه کنن. رینگ های 18 اینچی رو داریم که رنگش مشکی قرمزه و اون قرمزی که توی جلو دیدیم اینجا هم کار شده. لحاظ سایزی هیچ کم و کاسی احساس نمیشه، مثل حالا یه سری از خودروهای چینی که رینگ به مراتب کوچیک‌تر هست از سایز این قسمت و جلوه زشتی داره. اینجا ما اون کمبود رو احساس نمی کنیم. طراحی رینگ به طور کلی خوبه، ولی ای کاش مدیران خودرو این رنگ قرمز رو یا به صورت آپشن ارائه میداد یا رنگ‌های متنوعی رو ارائه میداد که مشتری بتونه به سلیقه خودش اون رنگ رو انتخاب بکنه. آینه روی در قرار گرفته و سایز مناسبی رو داره و دید خوبی رو ارائه میده. پایین درها ما باز این قطعه قرمز رنگ رو شاید هستیم که کار شده و در انتها ستون رو میبینیم که به رنگ مشکی کار شده تا به مراتب نسبت به حالت عادی کشیده تر جلوه کنه. و ما میرسیم به قسمت عقب فونیکس FX. در قسمت بالا ما شاهد کار شدن آنتن کوسه هستیم. این قسمت اسپویلر رو میبینیم که این قطعه قرمز رنگ در این قسمت هم همانند نمای جلو و نمای جانبی کار شده. در این قسمت چراغ پیوسته رو می‌بینیم که تا گلگیرها امتداد پیدا کردن. سبک طراحی گلگیر و این چراغ‌ها باعث شده تا قسمت عقب FX نسبت به قسمت جلو یه ذره حجیم‌تر باشه. در بین چراغ‌ها هم شاید هستیم که لوگو تایپ فونیکس کار شده. این قسمت هم سپر رو ما می‌بینیم که در حالا طرفینش خروجی اگزوز کار شده. در این خروجی اگزوزها فیکه و در اصل ما اگزوز رو پایین سپر میبینیم که قرار گرفته. این قسمت سپر هم طرح فیبر کربونه. البته بازم نمیشه خورده گرفت فیکس، چرا که یک سری از رقبای این ماشین در بازار ایران به این شکل دارن وارد بازار عرضه میشن و حتی برخی از برندهای آلمانی هم این سبک از کار رو پیش گرفتن. البته باز هم باید اشاره بکنیم که برخی دیگه از رقبای FX توی بازار هستن که خروجی اگزوزشون در سپر کار شده که خب جلوه به مراتب بهتری رو داره. از جمله کارهایی که میشه با ریموت هوشمند فونیکس FX انجام داد، اگر شما این دکمه باز کردن درب‌ها رو فشار بدید و نگه دارید، 4 تا شیشه ها به علاوه سانروف
باز میشه و باعث میشه که هوای گرم کابین از اون خارج میشه و مجدد اگر دکمه قفل رو شما فشار بدید 4 تا شیشه ها بسته و سانروف هم بسته میشه. و حالا نکته دیگه که میشه بهش اشاره کرد، اگر شما دکمه بسته شدن یا لاک رو نگه دارید باعث میشه که موتور خودرو روشن بشه و تهویه مطبوع وارد سرویس بشه و حالا باعث بشه که قبل از اینکه شما وارد کابین بشید دما به اون دمای مطلوبی که میخواید برسه. و الان هم که همطور که میبینید درها قفل است و این خب یک نکته مثبت ایمنیه و مجدد باید از روی ریموت در رو باز کنید تا بشه وارد کابین شد. همونطور هم که میبینید الان سیستم تهویه مطبوع روشنه و داره کابین رو خنک میکنه. درب صندوق فونیکس FX به صورت برقی باز و بسته میشه. دکمه‌ای که اینجا در کنار دوربین هست رو فشار بدید درب صندوق باز میشه و برامی بالا میره. حجم صندوق حدود 300 لیتره و در زیر این روکشی که هست ما زاپاس فرغونی رو میبینیم که سایزش 17 اینچه. فضای صندوق حالا با توجه به اینکه این تاقچه در بالا قرار گرفته و این کاوری هم که اینجا هست یه ذره بالاست، خب اینا فضاشو گرفته تا حدودی، ولی بازم به نسبت خودش فضای خوبی رو داده. و در آخر هم میخوایم صندوق رو ببندیم، این دکمه که این قسمت هست رو فشار میدیم و در صندوق بسته میشه. بریم سراغ نمای داخلی خودرو، جایی که یه طراحی مینیمال رو داریم. اول از فرمون خودرو شروع کنیم که در سمت راست با یه سری دکمه مواجه هستیم که بیشتر مربوط به سیستم صوتی ماشین هستش و این دکمه مربوط به سیستم وایس کامند ماشین هست که برای مثال شما میتونید بگین سانروف رو باز کنه. Open the sunroof. Got it. It's opening. میبینید که سانروف خودرو رو باز کرد و در قسمت چپ فرمون سیستم های مربوط به کروز کنترل رو داریم و از این قسمت میتونید مواردی مثل کروز کنترل تطبیقی خودرو رو تنظیم کنید. میرسیم به پشت کیلومتر ماشین که یه دونه LCD هستش که 10.25 اینچ ابعادشه. 3 تا حالت داره، 3 تا حالت گرافیکی که میتونید بین این 3 تا حالت هر کدوم که دوست داشته باشید رو انتخاب کنید. این قسمت هم دوباره مانیتور 10.25 اینچی داریم که اکثر امکانات خودرو اینجا جاگذاری شده. برای مثال شما ممکنه که دکمه ESP ماشین رو پیدا نکنید اول، نه سمت چپ هستش نه اینکه اینجاها وجود داره. شما باید این رو بکشید به سمت راست و اینکه اینجا دکمه های مربوط به سیستم ESC خودرو و ADASش در واقع قابل کنترل هستش. در این قسمت AVM خودرو رو داریم، سیستم دوربین 360 درجه ماشین که حالا بجز حالت 2 بعدی که نمایش میده حالت 3 بعدی هم داره که واقعا کیفیتش راضی کننده هستش. خب میایم پایین تر و این قسمت سیستم تهویه مطبوع 2 کاناله ماشین رو داریم که دکمه ها به صورت تاچ کار میکنن و در این قسمت ما یه دونه شارژر وایرلس داریم که میتونید موبایلتون رو به وسیله اون شارژ بکنید. خب همونجوری که میبینید اینجا از استفاده زیاد از دکمه ها پرهیز شده و یه نکته جالبی که حالا به نظر من اومد این هستش که این دکمه ها مربوط به گرمکن ماشین هستن، ولی ماشین سردکن هم داره اما سردکنش از این قسمت قابل تنظیم هستش. گرمکن هم از LCD قابل تنظیم هستش ولی جالب بودش که فقط واسه گرمکن دکمه در نظر گرفتن. اینجا ترمز پارک برقی ماشین رو داریم و اینجا سیستم اتو هولد ماشین هستش. اینجا دکمه مربوط به هوم رو داریم که حالا اگر که از چیزی استفاده کرده باشین دوباره میره به صفحه اصلی ماشین و اینجا هم مربوط به دوربین های ماشین هستش. این در واقع ناب مربوط به
کنترل سیستم صوتی ماشین هستش و میتونید باهاش صدای ضبط رو زیاد یا کم بکنید. و اینکه در این قسمت یه دونه کول باکس داریم که حالا دریچه‌ش رو میتونید باز یا بسته کنید. به این نکته هم اشاره کنم که کول باکس با یخچال متفاوت هستش فقط در حد یک خنک‌کاری ساده برای حالا خوراکی که داخلش میذارین واسه شما پاسخگو هستش. سیستم صوتی ماشین 8 تا بلندگو داره و از برند سونی هستش. کیفیت عجیب و غریبی نداره اما با کیفیته. و یه آپشن دیگه که داخل این ماشین وجود داره این هستش که شما میتونید با عوض کردن مد رانندگی ماشین در واقع رنگ نورپردازی داخل ماشین هم عوض بشه و بین 3 رنگ سبز موقع اکونومی، آبی موقع نرمال و قرمز موقعی که ماشین رو میذارید رو حالت اسپورت تغییر پیدا بکنه. سراغ شتابگیری خودرو. شتاب ماشین واقعا جذابه. شتابگیری خوب در کنار هندلینگی که میبینید میتونه شما رو راضی کنه واقعا جذابه و حداقل من قبل از اینکه سوار این ماشین بشم انتظار همچین لذتی از رانندگیشو صادقانه بگم نداشتم. گیربکس ماشین 2 کلاجه تر هستش و 7 تا دنده داره. موقع شروع حرکت خب قطعا این حالت 2 کلاجه ماشین مشخص هستش و این حالت نیم کلاجه ماشین رو شما میفهمید، اما موقع رانندگی گیربکس عملکرد خوبی داره و میبینید وقتی گاز میدیم سریع معکوس میده و شما رو میتونه راضی کنه. ماشین کروز کنترل تطبیقی داره به این مفهوم که میتونه فاصله رو با ماشین جلویی حفظ کنه. برای فعال کردن این امکان هم شما باید این دکمه رو بزنید. خب الان من دیگه پامو از روی گاز و ترمز برمی‌دارم. میبینید که خود ماشین داره ترمز میکنه و اینکه شما میتونید فاصلتون با ماشین جلویی رو هم تنظیم بکنید. یعنی اینکه به این معنی نیستش که دیگه فاصله خاصی رو فقط بتونید داشته باشید. حالا همونجوری که میبینید من اصلا گاز نمیدم، خود ماشین داره گاز میده. خب میرسیم به قسمت هندلینگ ماشین. یه نکته‌ای که توجه منو موقع رانندگی با این ماشین جلب کرد این هستش که فرمون ماشین نسبتاً بزرگه و اینکه نکته‌ای که وجود داره هندلینگ ماشین هندلینگ راضی کننده‌ای هستش و تا حدودی شما میتونید روش حساب باز کنید. فونیکس FX داره یک پیشرانه 1.6 لیتری توربو GDI هست که میتونه 197 حسب بخار قدرت و 290 نیوتن متر گشت‌آور رو تولید کنه. اعدادی که با توجه به وزن 1.4 تنی خودرو کافی به نظر میاد. خب بریم سراغ جنبندی در خصوص فونیکس FX. ماشینی که دارای 5 ستاره ایمنی از مؤسسه یورو انکپ هستش و با موتور 1.6 لیتری GDIش میتونه نیازهای شما رو کاملا برآورده کنه. از نکات منفی ماشین باید به در واقع ارگونومی ماشین اشاره کنم که جا داشت بعضی از دکمه های ماشین در جاهای بهتری قرار می گرفت و یا پلاستیک خشک شاید کمتر استفاده می شد. اما مواردی مثل سیستم نیمه خودران ماشین، سیستم کروز کنترل تطبیقیش، AVMش که در واقع دوربین 360 درجه 3D داره، آپشنای جذابی به حساب میان و اینکه این ماشین رو میتونه در سطح یک ماشین در بازار جهانی واقعا به شما ثابت کنه خودشون.